موفقیت همونقدر که میتونه یک هدیه یا یه موهبت باشه، همونقدر میتونه نفرین باشه. سنکا فیلسوف بزرگ رومی میگه بزرگترین لغزشی که پس از هر پیروزی پیش میاد ماندن در جشن آن است. انسان موجودیه که وقتی به یک موفقیت یا به یک چیزی میرسه ناخودآگاه دلش میخواد که همونجا بمونه و بیرون نیاد. رسیدن به قله آرزوی همه ما، چرا که چشم انداز بسیار زیبایی در انتظارمونه، اما هیچ انسانی برای ماندن در قله متولد نشده. کوهنوردم اگر بخواد دائم در قله بمونه میمیره، نه از سرما بلکه از رکود. کسی که از موفقیت‌های خودش عبور نمی‌کنه دیر یا زود اسیر سایه‌های خودش میشه. نیچه میگه آدم باید هر روز قله‌های خودش رو فتح کنه و بعد اونها رو پشت سر بذاره، چون اگر بخواد موفقیت نهایی بشه و ما دائم توی اون موفقیت بمونیم، روح آروم نمی‌کنه، روح راکت می‌کنه. فراموش نکنیم که عبور کردن فقط از شکست نیست، باید از موفقیت‌هامون عبور کنیم که ما سال‌ها یک دستاوردی رو به دست میاریم